وقتی که شیخ عبدالله غنی امام سال 2002 ایشون در درساشون اشتراک میکردم، بار پیش از نماز بامداد بود، حالی وقتی قامت نگفته بود، در مسجد در صف پیش آمده می نشستم. پرسیدم که در شریعت مقرر است که الله تعالی میگوید که هر مصیبتی که به سرتان آمد بیما کسبت ایدیکم، میگوید به سبب کسب دستاتان، به سبب گناهتان، میگوید همین خیلی از گناه ها برای چه کودکان باشد بیمار میشد، بعضی کودکان تا سحر گریه میکنند. گفتند که این دلالت میکند که دنیا سر تا پا برای همه دارای بلای مصیبت است. بنابراین الله تعالی گفت که این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما در دنیا الم داشته باشید، درد و رنج و غم و غصه و بلای مصیبت داشته باشید، فانهم یعلمون کما تعلمون. همین کافرای هم همین مصیبت و همین درد و همین بلای و همین مشکلی و همین شکایت های دارند. اونا در جنت زندگی ندارند. و ترجون من الله ما لا یرجون. لیکن شما در پس مصیبت از الله تعالی یک چی امید دارید، هم عوض نیک در دنیا هم در جنت امید دارید، لیکن آنها امید ندارند. و ترجون من الله ما لا یرجون. شما از الله تعالی امید دارید، آنها هیچ امید ندارند.